به کوچه گل آجیلم شد. آیا این به چنین تشویش ضرورت دارد؟ بله دارد. اینجا باید اثبات شود که من سلیم را رفتم. امیدوارم که همین خلاص عارف. اگر این کار واقعا اثبات شود از همه زیاد من این را میخواهم. خب سمن، تو از کجا فهمیده که ما اینجاییم؟ شخصی ناشناس زنگ زد. این سراغ را داده و گفت که قاتل شفرت اینجاست. و وقتی که تو را اینجا دیدم، یعنی تو را دیده، گمان میکرده که قاتل عارف است. آره، اما بفرمایید سردارم. خیریت که جواب میداده ای. نبود سردارم. اصلا من و ظریف باید به شما زنگ میزدیم. حالا ظریف را یک طرف مون یا توبه. صالح، عارف جواب داد. او را به اینجا دعوت میکنم. تو آمدن او یگان کار نکن. التجا میکنم. حاضر میایم سردارم. ظریف، این را صاحب شد. خب میرویم. نپرسید که چی شد. رفتیم. گیره دو. رفتیم. چون این عمل را از شما انتظار نبودم. خواهش میکنم سلاحتان را به من دهید. فرزندم را به من امانت نمیگذارند. او را از من گرفتن میخواند. عارف یوسف را خواستن از پدرش جدا کنند. او را به چاه پرتافتند. اما با اذن خدا بعد از چندین سالها باشد هم باز به دیدار هم رسیدن. همینطور نه؟ آره، بسیار خوب گفتی، اما ما صبر یعقوب را نداریم. عارف جان، اگر اون صبر در ما میشد کار به اینجا نمیرسید. نازیه دخترم سرد مرا، سرد مادر، دخترم.
شده نتوانستیم. مرگ ما بهتر است از زنده بودن ما. شما چی کار میکنید؟ مرگ برای ما بسیار است، اما زندگی برایمان شکر. اکنون نه تنها حیات خودتان بلکه حیات ما نیز در نوک انگشت شما سکه. سلاحهایتان رو گذارید دیوانه ها. فرارید. به شما امر میکنم. امر سنگ را می شکافد، اما در برابر حق امر نیز ناتوان است. اگر شبه داشته باشید پرانید. اگر شبه داشته باشید پرانید و بعد ما نیز با شما می پیوندیم. سمانات رو سخت با آغوش گیر. خب زودتر بیا مزیه. شما چی کار کردید؟ نازیه دخترم. دیگر به این کار دست همین پسری من چند هفته باز به چاره‌بینی حافظان آمادگی می‌بید. وقتی که در لباسش چای ریزان تمام روز گریست کودک بیچاره. بهرش لباس می‌خریم، خواطر نباشید. جمال جان از منطقه بیرون بر اومدیم، باز گپ نشنویم. نه اکا جان، دادرکم نسیم حافظ میشود که پروانت مید. با دقت گروه هایی که نزدیکن زود به محله مرکزی روند. خبر رسید که در باغچه خانه دو آشانه کودک بینظارت مانده است. تکرار میکنم گروه هایی که به این محله نزدیکن زود به جای حادثه روند. زود به جای حادثه حاضر شوند. جمال این همون محل است که حالا ما میرویم. دکانی لباس نیست آنجاست. مرکز گوش میکند. 6472 مرکز گوش میکند. تقریبا بعد از 2 دقیقه به جای حادثه خواهیم رسید. فهمو 6472 رفتیم. حل شد. خبر رسید. بچه ها آمدنشان را منتظر میشویم. ببینند که کودک نیست البته در ما را میکوبند. اگر نوبدار باشد 2 نفرند زود آنها را کشته میگریزیم. همینطور جفت جفت نابود میسازیم. آهسته آهسته همشان را نیست میکنیم. اکنون همه به جای خود. فهمه؟ فهمیده. اصلا غمگین بودم که در مراسم حافظ شدن پسرم ناخوشی رخ داد. نصیبی رفته گرفتنی کودک بیچاره بوده است. هم لباس پسرتون را میگیریم و هم کودک را. هنگامی سزاوار شدن به نام حافظی ثوابی دوچند میگیرد. الحمدلله. با فکرم همین بود. مرکز در محله مرکزی 24 قرار داریم. برای تفتیشات از ماشین بیرون میشویم. فهمو 6472 جمال در اینجا کودک نمایان نیست کو؟ آرامی اینجا به من معقول نشد. تا خونسر و سیمه نشد. نه چی میشود؟
соат монд бояд бирасем. ҳоло боз либос гирифтанамон лозим. ҳеҷ чиз нест ҷамол. агар аз хона занг зада бошанд аниқ кӯдакро ба хона дароварданд. Oqon! Oqon! خوب است! Oqon, خوب است برادر! آواز براره! زیاد از بدنم ریخت برادر! شست و چهار هفتاد مرکز! شست و چهار هفتاد مرکز! مادام افتاده! Oqon فرار نشد! گلی کشید و تو راضی! انا این رو به اینجا میگذاریم. خب اکنون بسم الله. سمن تو خواطر می نمایی. بیا هر چیزی که در دل داری بگوی. میخواهم با تمامی وجودم به تو باور کنم و آرزوی آن را دارم که هر آنچه که در دل اندیشه دارم روی این نوارها بینم. هر آن چیزی که در دل داری به زبان بیار. میخواهم بینم که قاتل سلیم تو نباشی عارف. میبینی سمن من نیز خواهان آنم که حقیقت روی آب برآید. البته که با یاری متصدی سیستم های تکنولوژی برادرم ظریف. نه برادر کار نمیکند بلازر. خدا نوار را حفظ. گرفته نتوانستم. ولی اگر نسخه همه اینها را به جای دیگر گیرم که آن هم کار سهل نیست اما کاری نمیشدگی نیست. انا آن وقت شاید یعنی حالا دیده نمیتوانیم. خواهرکم کاری تکنولوژی به مانند پختن کباب نیست که نپخت آب از سری نو. این طرف نمیشود داخل کار کنه. زودتر زودتر بچه ها زودتر باشید کارلوس چیکار داشت؟ کمی برایم دو نوبدار به دام نوبکاران افتادند زود رفتن لازم تا حال شد و خوری ادامه دارد زود باش ظریف زود زود. رفتیم زودتر رفتیم باشه. زودتر باشه بچه ها رفتیم از پای کار حالا وقتی این نیست. رفتن لازم. عملیات سر شد آخر. زودتر باشه زودتر زود جمال یاری ده.
شو جمود شو بیایید آقا زود بیایید بیایید زودتر زودتر سکین گوش کن من میمیرم چخیل میمیری بخیل نگو ما رو نسیم انتظار لیباسش رو انتظار است بهرم قرآن بخونم نونی رو گوش دادش از بار کنیم گشت شما جمود وعده ده که او لباس رو پوشیده حافظ قرآن میشه وعده ده وعده میدیم از اینجا روز به دکان میرم از اونجا به ماروسی میرویم من به آن دنیا میرم در سر مزارم بونید که پسرم قرآن بخواند خواند که نزد خداوند باشه شرف بروم برادرم برادرم تمام شدم نه کوه مان نه دشت اکنون به شهر آمدن. این چه حال است؟ این چه حال؟ خائن بدان میافتاند ناگهان حمله میکند با این همه میخواهد پلیس را غفلتگیر کند فکر میکنم که ما گروهی کوچکیم و دست پا خورده میشویم ها؟ هیچگاه جنگی خود را از خاطر نمیبرانی برادر اگر غالب شوی هم جایت را ترک نمیکنی حتی یک قدم نمیگذاری هرگز قدم نمیگذارم یک بار هجوم میکنم خواطر ساخته رو یک جایه میبردارم خدا گوید که برادرهایمان در این زد و خورد زنده باشند انشاءالله. اینقدر ماشین خودش چی که پس هم بلا زند. کارلا زودتر باش زودتر راحت را یاب نباشد نمیرسیم اکا زود میرویم لیکن آخر این احوال را بیندهم. حاضر من میدونم چیکار کنم. جمال سلاحت را با من دیو خودت بریز رو لباسی پسرم رو بر از اینجا یا به مراسم قرآن خوانی پسر شما میرویم یا به گورستان دیگر هیچ کجا خودت رو نجات ده یک شمشیر دیگر هست بار دیگر حمله کرده میتوانم بابا جان پدرم لباسم رو می آورده باشم مانندی خوجه خیزر میرساند انشاءالله. دیگران مباش رو به نظیر ویخانت رو مایلش بابا جان سازت ماشین را کار کنند. چرا خاموش شدم گریز آخیر خود رو به دست گیرد بخورم یک جایم میرم لا اله برادرم
یه شبه بیشرم بود. شست و چهار هفتاد و دو احوالتان چطور است؟ من خوبم. حقان یردار است. احوالش وزنی شد. شما خود را نمایان نکنید. کمی دیگر طاقت کنید. اما مایلا جمال دیگر نمیتوانم. برادرم. تازه تازه آفرین برادرها آفرین. اکه یاریف باز یگان شغال مان. ای شرها آیند شغالها فرار میکنند. کارلوس تو چه حال داری؟ زحمتان را گذاشتید اکه. همه همیشه آفرین برادرها. خدا از شما راضی باشد. ایلا رفت. تشکر به سلامت باشید. طاقت کنید برادرم. طاقت. احوالتان چطور برادر؟ برادرم حقان یردار شده است. من حاضر لباسی نسیم رو گرفتم میبرم. مالش برادر؟ السلام علیکم. نامش چیست؟ این حقان است. حاخان برادر خود را به دست گیر. انسان بهترین بوده ای برادر. جانت را سپر کردی و برادرت را نپنداختی. ماشین بود میتوانستی فرار کنی. نخود من برادرم را پرتایم. جانم فدایش بادا. تمام شد. یاری تجلیل آمد. آرام باش. خدا خواهد نجات میابی. تو که نگرفتی اول خدا بعد ما همه آنها را نابود ساختیم. الهی همیشه همیشه با جسارت باشی. اکه پسرشون مراسم قرآن خوانی دارند. باید با او لباسش رو ببرم. میبریم برادرم، فقط تو راحت باش. پسرم برای انتظار. همین است وصیت من. خود را به دست گیر. حاکان هم عسکریش را میبینی هم دامادیش را انشاءالله. ظریف تو اینجا با او باش. برادرم تو با من بیا. در پناه خدا باش. حاضر میآیم. نگران نباش برادر. لباس پسرت را برده میرسانند انشاءالله. اماکی جمال پدرم کجایم؟ عاجلا کارشون برآمد. میآیند انشاءالله. نسیم جان من عارف. پدرت گفت که پسری من بسیار خوب قرائت میکنه. فرصت را از دست ندهم گفته زود آمدم.
باش نسیم جان. را پسرم را. خوش جمول. روی روز گبزن چی واقع شد؟ خوش. امک جان، نام من عارف امیر. نیم ساعت پیش عملیات جدی شده گذشت. برادرمان حاقون قهرمانه خوب نشان داد، اما متاسفانه زخم برداشت. حالا در بیمارخانه است. پسرم. امک، امک جان، نباید نسیم از این حال خبردار شود. خدایا. من تیار. بسیار عالی. نسیم جان، به تو میزیبم. زیبیده است. نصیب کنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خیریت که سلاح را به سر دیگر کس نه به سر خودت گذاشتی. هنگام بیان کردن حادثه در امنیت بسیار رنج دیدمی. نه خود من به هیچ چیز به سر کسی سلاح گذارم. صالح، اما باز هم میخواهند تو را آزاد کنند. با این احوال من به کجا می روم؟ گفتند اگر لازم باشد به نفقه میبراریم. این خیل نمی شود. احتمال است که پایهای من البته شفا می یابند. برای صحت شدن شاید سالها سپری می شود. صالح، صالح، آخر چی کار میکنی؟ صالح، چی کار کردنی؟ مدیر لطفاً دراز با قدم اولین آغاز می‌گردد. شاهد اولین قدمم شماید مدیر. به گردن من آنقدر باری گران میگذاری صالح، اما اگر
لازم آید گردنم را پخش کرده گذر صالح. از آن که برادر با این احوال به نفقه برایم بهتر است که بالای این کرسی شهید شوم. الهی از اینجا خبری خوش شنویم تا به نزد نسیم با مژده برگردیم. دیدید ها که چگونه ما رو به دام افشاندند؟ خبری بعد روز داده پلیس رو به دام خود میبرند. جسارتی که شما نشان دادید برای مغلوب ساختن ده ها تروریست زمینه گذاشت. کی میداند که چقدر دام ما را انتظار است؟ Bakın canım. Bakın canım dışarıkam. Canı cigaram. Oh Cemal. Cemal. Dışarı man kucağız. Dışarı man kucağız Cemal. Kaçsam. خدا شاهد که جانم را سپر کردم مادر جان. Dışarı man kucağız. Maro nazi o baret. آرام شوید مادر Nazi جان. dışarı baret. Nazi dışarı baret. آرام شوید خدا Çok را دست گیرد مادر جان. Şariman canı cigariman kucağız. Arabaman اینجا نشینید. şantihet. شینید. Şantihet. آرام شوید مادر جان. Tabarroşunu da davida olmadım. Hatta poyak sol rahamla fışıdım. Kucağız. O haniman kucağız. Canı cigarima arabaman nişan dihet. Nişan dihet pişarakam arabaman آنها هم زیر nişan نظارت. dihet. ما هم در آمده نمیتوانیم. انتظاریم. خوب میشود انشاءالله. مادر اکای جمیل تا پولی تاکسی رو دادم که دویده آمدم. احوال یکم شد. برادرت اونجاست. ما نیز انتظاره. چگونه در مرکز شهر این کار میشود؟ نخود که نه امنیت نه گیرک نداشته باشد. شما چی کار میکرده؟ دامی آنها افتیدیم یوسف. با قدر توانمون مبارزه بردیم. نخود آنها در شهر که فرانی کردن. شما در کجا بودید؟ Pişarakam. Kucağız pişaram. Kucağız pişaram cigar bandam. Худою, худованду. کیست؟ خود که این تیر لعنتی به آدم بیگناه رسد. اما در کیف و صفا. Pişarakam. همه در کیف و صفا. آرام شوید جناب. گشکل دادر برادرت مثل قهرمان حقیقی جنگی. اگر بیمیره چی؟ چی کار میکنید؟ میداری آهنین میدهید؟ احوال یکم چیل دکتر. چی شد دکتر؟ گپ زنید آخیر. افسوس.
خدا صبرت کند. مادر جان آرام شو. بدون با درس بگیر. آرامش کن. تمام سر بالا کنید. شما به پا خیزید تا مادر برابر این بیناموسان به پا خیزید. برخیزید مادر جان. حقا که پسرتان ما را نظارت دارد. برخیزید تا به شهید سلام گوییم. خواهش میکنم برخیزید مادر جان. همتون برخیزید گفتم. کسی نگیرید. برخیزید. کسی غمگین نشود. همیشه استوار باشید. شمایان به وطن صادق باشید. اتفاق باشید. سرم از شربت شهیدی نوش کرد. آیا از این بالاتر چیزی هست؟ اگر 1000 فرزند می داشتم همشون را فدای وطنم می کردم. همشون فدای شما بود پسرم. خداوند مقام شهید را به ما نیز نصیب بکند. آمین. نباید چون حاقان خون جانیساران وطن ریزد. عارف از تو یک خواهش دارم. بفرما جمال. من هم میخواهم به گروه شما شامل باشم. میخواهم در یک جایگی با شما بر ضد این نابکاران مبارزه برم. باورم نمیآید. عارف
شوهرم عارف من این کارایی خیلی نمیگذارم با من ده من هم همون رو میتونم خدا میکنمه یک روی میکند یک روی. من هم گفتم میگوید که این مثل ناقل های کامپیوتر نه. همه کار از دست هم میآید گرچنده مثل تو اختصاصم الکتریک نباشد هم اما این کار را هم میتوان زیاد کرده بیامان ما علامدان را درست کردیم ولی هزم لازم است هزم اجای بولت کجا باشد اکا لیکن ناقل های خانهتان را مثل میدان های المپیک کرده ما. سلامت باشید بچه ها. باز من فکر میکردم که از دست شما فقط حمله کردن میاد تو خانه. اکا کار اینها فقط بستن و کشیدن این روی من بولت را نیافتم من یافتم انا مرا جلسه دید. چرا میخندی؟ و یکم جای من برادر در خفا یک تبر بود من همه رو میکفتم اما این دیوانه باشه رفته تو را آورده چیکار میکردی تا؟ هیزو میشکستم انا شکستم من. اینها رو چطور شکستی؟ انا این خیلی در حقیقت ما رو حیران کردی زنگوله رو هم درست کرده است در رو کشو آخه. مالش خود رفتم هنگامی امضا کردن عریضه شکایتی عارف امیر کمی به اندیشه فرو رفته بودم ولی اکنون میدانم که کاری درست کردم سبب این سیدی است مدیر این رو از کجا دریافت کردید؟ از شخص نامعلومی خبر رسان با این نوارها استنتاق شدید خواهد گذشت. عارف امیر باید در حال زیر نظارت قرار داده شود و باید پاداشی عملش را بدهد جناب مدیر معلوم شد که قوطی پشتتون سوخته است من نوش رو میسازم انا این به شما اوراق رسمی چی باشد عجبا؟ بخیر است اکای ساله بچه ها از شما بسیار مینت دارم که جمع شده خانه مرا تعمیر و برقرار کردید. تشکر زیاد بچه ها. اما خانم من مقصد خانمم از من جدا شدن است. این باشد خط طلاق. خوب گفتند. خاک پایش را زر کردم. خوشدامنم گفت چرا الماس نه. نخواد کرد. افسوس سردارم، صد افسوس. صرف برای اون که تو جدا شدن را قبول کردی من دعوا نمیکنم. آخر وی در خانه من چیکارهایی نکرد. قسم به خدا که حیاتش را میسوزاندم. میدونم مادر، همه چپه و راسته شد. اگر این راهی حل مسئله باشد بگذار همین خیر شود.
اگر از جدا شوی دست کشد هم این برای او درس می شود. من بعد در یگان جای خوب کار می کند. با خدا گفتن کار بود نمی شود. دادا جانم مرا نپرتافته است و نمی پرتوید. می بینید ایست من با او گپ می زنم. پس رو گشت می برم. همه چیز رو فراموش می کند. آخر او کودک است کودک. اما این حق است. این نشان داد برو بینید. این گروه جنایت می شود. در کجای دنیا چنین وحشانیت است. باید کسی به این همه نقطه گذارد. نقطه. خوب شما گفته میتوانید که این وحشانیت در کجا رخ داده است مکانش را بگید تا به مسئولین تشخیص نمایید. میگویم البته میگویم این دهشت در محله مرکزی جریان دارد و کسی از این عملهای نامطلوب خبر هم ندارد. مسئولین پیشگیری نمیکنند. این وحشانیت را اما این همون محله نیست که پدرم یاددار شدن. و مسئولین را به چاره‌جویی دعوت مینماییم. عیناً همونجا. بسیار خوب. ما نیز میخواهیم به همه اداره‌های داخلدار پیشرفت نماییم که در محله‌های مذکور سگ‌های کوچه را میکشند. ظلم است آنجا. پلیس چیکار میکند؟ باری حمله کرده است؟ این طور نمیشود. ما باید اما جان حالا خاک قبری اکم خشک نشده. کار اینها را بینه. اکای من در آن محله شهید شد. درباره او سخن نگفته. درباره سگ‌های محله گپ میزنم. اما جانم التجا میکنم عصبی نشوید. پدرم را سخت یاد کردم. اکنون شما به جای پدرم هستید. یوسف تو چیکار میکنی؟ در دستت چیست؟ مادر حالا ناموس اکم را از من میپرسم. از خانه ای که شهید برآورد از ناموسش نیز میپرسند. و من ده سلاح را. نه مادر نه. سلاحت را بده. در تلویزیون گپ میزنن اما از سوزی دل ما خبر ندارن. هیچ چیز خبر ندارن. من جان پسرم را برای این وطن فدا کردم. اما نمیگذارم که غضب تو را به قتل رساند. نمیگویم مادر نه. اما جان التجا میکنم. بابا نرسه. و من بده گفتم. تو به سخنهای مادرت گوش نمیدهی. مانید مرا و کاردار من نشده. بده گفتم سلاحت را بده. یوسف مرا به حالم گذاره. یوسف جان از برای خدا ایستا. حقانم رفت. اگر شهید شد یوسف. ایستا یوسف جان. اما جان ناموس خانم پرچم خدا جان میدهد. اما چرا تو به جانت جبر میکنی یوسف؟ مادر نرسید با من. برای خدا بیبی جانم اکنون چی کار میکنم؟ اکد از این کارت راضی نمیشود. برگرد یوسف جانم برگرد. مادر جان چی شد؟ جمال تو را خدا آورده رساند. یوسف باز دیوانه شد. او را در راه دیدم. جیغ زدم اما نشنید. با تاکسی سوار شد و رفت. جمال یوسف به دست سلاح گرفت و رفت. برادرت دیوانه شد. او را نجات ده. نوار را من دیدم. سلی مثل عارف برادری شما بود. عارف او را کشت میگویم. همین عارف نبود که گفت بیایید رفته جای حادثه را بینیم. اگر اون میکشت مگر این کارا میکرد؟ یک جای همون دیس را یافتیم. همانجا بودی که قریب نابکارها از ما دیس را میره بودن. دیس را پاره کردن. من دیده نتوانستم. تو از کجا دیدی؟ اون طرفش با ما معلوم دی. اما باید با حادثه خالصانه نگریم. چه خیلی خالصانه؟ چه خیلی؟ من نمیفهمم چرا تنها شاهین مرا دستگیری میکند. تو چی میگویی بولتر؟ این کاری مفتشان از سپه سومن. گفته های اکی ساله را شنیده. من با اکی ساله راسیم. از این عملهایتان استخوان‌های سلیم به درد می‌دروید. اما شما با این کارهایتان عارف را تهمت میکنید. سومن ها
мешавад ки ҳамон наворҳоро ман бинам? танҳо як сиди буд ки онро ман ба амният супурдам. дидам гуфтарид магар дурӯғ мегӯяд? ҳақиқат ошкор хоҳад шуд, сипас ҳама суханҳои маро тасдиқ хоҳад кард. ببخشید شما کجا؟ حالا پخش مستقیم است. من هم میخوام که در آنجا یکشان سخن گویم. ما هر کس رو با پخش مستقیم راه داده نمیتوانیم. نمیتوانید؟ اما برای برنامه های خانه‌دار شدی از تمام شهر آدم جمع کرده میتوانید کو؟ این کاری من نه. لطفا ما بیرون بروید. من همچون بیننده فکری خودم را گفتن میخواهم برادر. من دادری شهید هستم. جوان خوب، التماس خواهش میکنم. سعادت راستش را گویم من این خیل شدنش را نمیخواستم، اما به فکر من این یگانه راه درست است. ساله تعمیر خانه به انجام رسید. اکنون برق هم گرمی هم هست. نازیه را گیر و بیا سعادت. نمیتوانم. در نزد مادرم با سلاح. درست، مرا ببخش. در هر صورت من نباید این طور میکردم. نازیه تو را یاد میکند. شاید باری او را نزد تو بیارم. شما من در این خانه چیکار کنم سعادت؟ طبابت در چی حال است؟ دکترها چی میگویند؟ طبابت جسمانی این و آن. خودت را احتیاط کن ساله. خدا حافظ سعادت جان. روزتان بخیر. تشکر. تو همونه نیستی که سگا را پشتیبانی میکنی؟ میخواهید از من؟ رنگ و براد را تازه کردن میمون شده ای. من با تو چی گفتم؟ راز اینجا؟ کاری تو نباشد. گوش همزان شماست. تو اینجا بیا. این آدم دشمن حیوانات است. برو از اینجا دور کنید. از اینجا به خوبی. من دادری پلیسم. دادری شهید. پیش درا. روگر. کنی زودتر. پیش. زودتر برید. درم کشا بگویم. درم کشا که سرش رو مایده میکنم. درم کشا بگویم. درم کشا ایدون. ستاره تلویزیون می آید. پیش. روگرد. زود. алло акай ориф, ман ҷамол. юсуф додари ҳоқон аз хона силоҳ гирифта баромадааст. шуморо хабардор кунам гуфтам, шояд хабаре мерасад. боз ягон беақлӣ накунад. خب خاطر نشم. اگر یگان خبر آید در حال مداخله میکنیم. ташаккур акаҷон, саломат бошед. ака камтар зудтар рафта метавонем? кӯдак. اوه این پسر یگان بالا رو به سر می آورد. اوه این یگان کار می کند. اوه همسایه ها من چیکار کنم؟ جمال گفت که خدا خواهد او رو میابد. فقط شما آروم شدید. آروم شدید.
خدایا خداوندا پسرم را نگهبان باش. خدایا خودت مدد کن یا رب. ای وای ای وای ای وای. این طرف زود باش. بکش حالا در همینجا بای خانمی برنده را هم جیغ زنید. او را هم بیارید. حالا برنامه تمام نشده است. یوسف حیدرم رو دعوت کردن گوید که حیدر رو برآمد میکنند. زود خانم فریده رو دعوت کنید. مرا نجاتید گوید. زود باشید. زود باشید نیستید. زودتر جیغ زنید. فریده رو جیغ زنید. مرا نجاتید میگویم. به این طرف زود. بجشید. زودتر. من مجبورم این کارو کنم. طلب داره که در بخش مستقیم سخن گوید. خب اگر بخش مستقیم باشد میلش. چه پیشیر دارن؟ ای زنی بی عقل مگر مشهور شدن نمیخواهی؟ بیا زود قهرمان شو. انا دیدید چی میخواهد؟ او رو برای شبکه گپ زنید. گوید که بخش مستقیم رو از اینجا آغاز کنند. شما مرا رو نقض فهمیدید؟ بله رفیق کمیسر. زود باش. عکای عریف خسته نباشید. شاهانه است کنی مرحمت. تشکر حربی تشکر. بخیر است؟ همه آب در دهان گرفته اید؟ خب و خاموش آوازتان نمی براید؟ بذاشین معلوم که امروز یگان کاری فراغتی پیدا نشده است. این را بینه همه قاش و قواق کردند. به نظرت می نماید. سلیم را تو کشته میگویند. آیا تو کشتی؟ ای وای! یک ساعت شد گپ میزنیم روی روز گفتن در کار. آخر برادر یک بار آدم بر این رفتار کن. یک بار بالتا نشو از برای خدا. باز این گپ از کجا برآمد؟ وای پی سومن اومده بوده که؟ آیا سومن این گپ را گفت؟ نه که همین خیلی آمد و کمی صحبت کرد و رفت. شما باشد باور کردید همینطور؟ نه آخر عریف چرا عصبی میشوی؟ بچه ها اگر تهمت از روزن درآید دوستی از در بیرون می رود. کاری خوب نکردیم. ای بولتا فقط تو سبب همین گونه کارها میشوی. من چی گفتم آخر؟ او برادر نخواد این خیل خبر رو همین خیل گویی ها؟ من رفته با او گپ میزنم. تو به گفته های آنها گوش نده. اصلی واقعه را فهمیده میبره. ظریف یک لحظه ما را تنها میگذارید. خواهی یک عمر برای سلیم عزادار و تمام عمر به کسی خانه‌دار نشو. اما مرا به کشتار متهم کرده نمیتوانی. میتوانم و میکنم. تو فکر کردی که این کارها را فراموش کردم و نه روزهای گذشته به نزد تو برمیگردم؟ با این همه شبهه کردن تو دیگر امکان ندارد. آره امکان ندارد. تو چطور مرا در نزد همه قاتل میگویی؟ چرا از پس من گپ میزنی؟ دیدم عریف، همه‌اش را دیدم. اکنون میباید محافظ خود باش. چگونه که سلیم را در حادثه قربان شد میگویند. با دقت باش که راز تو نیست قربانی تیری ناگهانی نشوی.
مرا گرفتن میخواهی؟ ما را سنگ بیگانه زخمی کردن نمیتواند، اما برای گرفتن جان ما یک اقوای دوست رسنده است. این را تو میگویی؟ بین مرا به چه حالت گرفتار کرده ای؟ همه این درد و علم را تو به من داده ای. عاشق هم باشم، این را دان که همه عاشق مجنون نیست. عشق آمد گفتم فکر کردی که عقل از سرت میپرد. اگر مشقت بینم از تو بینم. یک چیز دارم، فقط جان. اگر خواهی این را هم بگیر سمر. جان من فدای تو باد. زود باشید بچه ها، زود باشید. فرصتی خوب به دست آمد. فکر کنی که با انتقام گرفتن خوشبخت میشوی؟ بیا چون چرا رو برای سلاحت نیستم. بیا زودتر. همین عملیات بگذار روزی مرگ من بود. دیر میشود، دیر میشود. بچه ها زودتر، زودتر. هجوم. در این برنامه بجایی برادری من درباره سگای کوچه بحث میکنند، اما نام برادری من در هیچ کجا نیست. حاضر تهیهگران این برنامه برای کارشان جواب میدهند. یوسف تمام، دیگر زیر نظارت ماست. وای بین که آمدم. یوسف خود را به دست گیر، خواهش میکنم آرام باش. بچه ها، جنایتکار را میشناسم. با جمال تماس گیرید. گویید که عارف آدمی میجسته گرد را یافت. زود به اینجا بیاید. دیگر همه آماده فرمان نوبتی باشند. یوسف دادرک، عصبی بودنت را میدانستم، ولی تا این حد بودنش را انا نمیدانستم. هر دو این مرا عصبی کردم. چیکار شد؟ برنامه به شما معقول شد؟ معقول شد؟ مجبوریم که برنامه را قطع کنیم یوسف. البته من دیوانه بودم. پخش را قطع کنید، کسی نبیند. انا بعد بکشید. گشکان، من باور دارم که آرامانه این کار را حل کرده میتوانیم. اینطور باشد تو هم شین فهمان مگر آنجا نبودی؟ اگه امروزتر به قتل رساندم فهمان اینها باشن درباره سگای کوچک گپ میزنن. یوسف آرام باش. اینها را میکشم. شد آرام باش، آرام باش. باز یکان نامخولی نکنی. با اون طرف. آرام باش یوسف، آرام باش، آرام. گذر شین. آرام. عارف، جمیل رسید و آمد. آقای جمیل. مرحمت جمال. این نوارگیران بالا بودنده اینقدر آدمانی بسیار را جمع کردند. یوسف برادرم یگون بلو رو به سرمان نوار. اگر اکد اینجا می بود چی میگفت؟ چی میگفت؟ دادری قهرمان را میگفت. نه به فکرم یوسف دادرم اگر برادرت میشود میگفت که سلاحت را گذار. بیا یوسف، بس از سکن سلاحت را ده. نجوم نجوم نکنی کار روی یوسف. مخصوص همه چیز دارد. اکه ماشین داشت نه؟ شد خود را رنگ با میتراشد. از دستتان چی آمد؟ صورتان بدن شد بدن یکم رسید نه؟ شد کارلوس، سومان، میتوانید پرانید. ایستد نپرونید. یوسف صدقه چشمونه راندن اجازت شد. پران مرا. پران میگویم. پران. نجوم بین.
تفکر شروع کردیم برادرت چی گفته بود؟ تو رو گوش نمیکنم. گوش نمیکنم. شما که مرا نجات ندادید، من شما رو نصف میکنم. اگر رود و در رفت اجرای کار شهید شود کسی عائله ما اسیان نمی کند، بس چون که در اولاد ما اسیانکار و خائن نیست بلکه وطن دوستدار است و نگران نیز نمی شوم، زیرا اگر مبادا به من چیزی شود پشتیبان نسیم برادرم یوسف است. انا همین خیل یوسف جان، انا همین خیل دادرکم. پرتو یوسف جان، پرتو. یوسف نکن این کار را. یوسف خوب هستید؟ یوسف بدست آرام شو. بند دارید یکم چیز آرام شو، همش خوب شد. بیارید آرام شو. بسیار سخت هیچ گم نی. یعنی خیلی آرام رفته. یعنی بردارید یک دو سه. من از تو مرگ خواستم، شهادت خواستم، تو به من عملیات ناموفق هدیه کردی. هدف را به حیرت گذاشتی سامان، خوب نشان گرفتن نتوانستی، اما وجودم جانم میسوزد. کاش مرا میپراندی، ای کاش. اکای عریف خوب هستید؟ تشکر جمال، باز بالای تیر و آتش آمدی. تو سزاوار شامل شدن به گروه هستی. اگر تا حال آرزو داشته باشی مرحمت، همیشه آماده ایم. اکا جان سلامت باشید. منت دارم. با مدیر گپ زدم، برای کارهای رسمی به تو کمک میکند. قبلا مبارک شود. اینه که شما رو چگونه برمیگردونم نمیدونم. هیچ گم نی، دعوت ما را قبول کردی، برای ما همینش بس است. رو نزد مدیر رو، تو را انتظار است. حجت‌هایت را آماده ساز. بازم مبارک شود. تشکر به شما. کشتنی مرا داشته باشی مرحمت، جانم را بگیر. نزدیک نشو. به تو باور کرده بودم، با تمامی وجودم به تو باور کرده بودم. خوشبختی و حیات شیرین و خانه آباد را تنها با تو تصور میکردم. من چی؟ هنگام تکلیف خانه دار شوی تصور میکنی من چی فکر کردم؟
маро сахт азоб додӣ, сахт. من تو را عذاب دادم؟ در سوریه کی را شکنجه و عذاب داده بودند؟ مرا لحظه به خیال روی تو نزیستم. چشمانت، تبسمت، چهرهت، همه این مانند ابر بهار بالای سرم بودند. من مرده بودم. ولی همچو باران به بالایم چکرهایت میریختند و همیشه خدایم را تبلا میکردم. تنها یک دعا داشتم، تو را یک بار دیگر، تنها یک بار دیگر ببینم. من چی؟ مانندی دخترکی که لختکش را بودم در میانی راه دادم. از کار برمیگشتیم، یک جا خانه بنیاد میکردیم. نآمدی، اما همیشه در خوابم بودی. در خوابم به چشمانت نگریستم. خردکک اما خانه پردی شد. در خانه ای که بوی بهشت به مشام میرسد. من سرگرمی خوراکپزی، تو روزنامه میخونی. و فرزندانمان به سری دسترخوان نشسته. میخواهی که باز من از سر نو شکنجه بینم سومن؟ نه آخر، تو را دوست داشتم. تو را دیوانه‌وار دوست داشتم. برای آن گفتم که این را بدانی. همه آرزوهایمان برباد رفتند. تنها یادشان ماندند سومن. اگر سلیم را نمیکشتی شاید به این حال گرفتار نمیشدیم. سومن درست میگی. اگر تو مرا قاتل نمیدانستی تماما دیگر خیل میشد. چی؟ همش را بافتم؟ خدایا، این را برای آن میپرسم که سخت درد میکند، سخت عذاب میدهد. مگر تو این کار را نکردی؟ آیا قاتل تو نیستی؟ با چشمانم دیدم. آخر تو بودی. اما بدان که در اصل قاتل قلبی منی. بارک الله. باز یک جنایت دیگر بر سرم بار شد. آخر زنده بودی. چرا خبر ندادی؟ با یک نگاه دلم را بودی. گفتی بیا. اما خودت برا پرتافته رفتی. سپس خبری مرگت آمد. چاره‌ای نداشتم. تنها بودم. مگر به شوهر برآمدن از شهر بود؟ آخر زنده بودی. چرا خبر ندادی؟ درست. از زندان، از حجره شکنجه دهید باید تلگرام روان شخصی میکردم. مخصوص، شخصی جسور عارف امیر. اما نهده برو عارف امیره که برو شمندش خبر زنده بودنش را رسانیده نمیتواند. محض برای تو زیستم. از آن دوزخ تنها برای تو برآمدم. برآمدی و چی شد؟ اکنون دوزخی من تو شدی. تو آخر تقدیرم بودی. تو از آن من بودی. آخر معجزه هم بودی. بس، طاقتی شنیدن ندارم. برای برگرداندن من سلیم را کشتی. تو جانی من بودی. میفهمی جانم؟ پر ارزشترین چیزی دنیایم بودی. اما با پوشیدن آن انگشترین مرا به قتل رساندی. سومن مرا به قتل رساندی. و حالا مرا قاتل گفته پیکرم را پاره میکنی. جانت ها؟ ارزشترینت؟ معجزت؟ برای تو شده. دیگر به معجزه باور ندارم. سومن تو چیکار میکنی؟ سلاحت را پایان کن. اکنون مرا تنها معجزه نجات داده میتواند. چون که حالا ارزشترین چیزت را از تو میگیرم.
سومن نکن. سومن التجا میکنم. دیوانگی نکن سومن. سلاحات را گذار سومن، التجا میکنم. سومن. این در تمامی عمر برای تو کافی است. سومن. از من خاطره. سومن. سومن. یاری دهید. زودتر با این خدایا یاری دهید. آرامی جانم میرود. التجا میکنم. بیارید اینجا قربونت. چی شد؟ نمیدانم بیهوش شد. مدتی بی نفس ماند. خواهش میکنم او را به هوش آورید. فهمیدم التماس به بیرون برایت. خوب مالش. خدایا مدد کن. مرا تنها مگذار سومن. عارف امیر شما؟ بله. فرمان دستگیر کردن شما به ما رسید.